بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. والتین والزیتون. قسم به انجیر و زیتون. و طور سینین. قسم به طور مبارک. و هذا البلد الامین. قسم به شهر امین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. که به تحقیق ما آدمی را در نیکوترین صورت بیافریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین. آنگاه او را فروتر از همه فروتران گردانیدیم. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. غیر آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند که پاداش به پایان دارند. فما يكذبك بعد بالدین. پس چیست که با این حال تو را به دروغ شماریدن قیامت وامی دارند؟ الیس الله باحکم الحاکمین. آیا الله داورترین داوران نیست؟